به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. در خدمت شما هستم با پنجمین درس مرتبط با جدول تناوبی عناصر. در 4 درس قبلی به تشریح مفصل جدول تناوبی عناصر پرداختیم که شما می توانید ویدیوهای مرتبط از طریق لینک هایی که در توضیحات این ویدیو قابل دسترس اند مشاهده کنید. در این ویدیو می خواهم چند ترفند آموزشی ساده اما کاربردی را با هم مرور کنیم تا ای که آموزش جدول برای شاگردان به یک تجربه جذاب و آسان تبدیل شود. چنانچه میدانید آموزش هر موضوع یا هر درس نیاز به ایجاد انگیزه دارد. بنابراین برای آموزش جدول تناوبی هم مهم است تا در آغاز هر درس تعداد از سوالات انگیزشی با شاگردان مطرح شود تا آنها به لحاظ ذهنی آماده پذیرش موضوعات شود که قرار است بر از آنها توضیح داده شود. طور مثال از شاگردان پرسان میکنیم که آیا میدانستید که کدام عنصر بیشترین سهم در تشکیل بدن ما دارد؟ و یا با کمبود کدام عنصر در بدن مرض جاغور ایجاد میشه؟ این سوالات باعث میشه تا شاگردان بیشتر کنجکاو شوند و دنبال پاسخها بگردند. برای شاگردان در آغاز اطمینان میتیم که تشریح جدول تناوبی کار 1 ساعت درسی نیست، بلکه طی چند جلسه مختلف جدول برشان تشریح خواهد شد. اما در جریان تشریح جدول از کدام روش‌ها یا ترفندها استفاده بکنیم تا یک فضای جذاب تعاملی بین شاگرد، جدول و معلم ایجاد شود که یادگیری جدول به یک تجربه جذاب بر شاگردان تبدیل شود. نخستین ترفندی که میتونه برای آموزش جدول تناوبی عناصر مؤثر واقع شود ایجاد یک ارتباط مستقیم بین عناصر شامل جدول و زندگی روزمره است. و این ایجاد ارتباط زمان ممکن است که ما بتانیم از مواد و عناصر عینی و واقعی بر تشریح جدول استفاده کنیم. قسمی که قبل از آغاز تشریح جدول تلاش کنیم تا تعداد از عناصر خالص، تعداد مرکبات مرتبط با عناصر و تعداد از مواد و وسایلی که میتونه به عنوان مثالهای عینی بر تشریح جدول استفاده شود اینا را آماده بکنیم. ممکن تعداد از نمونه های عناصر و مرکباتش در لابراتوار داشته باشیم، تعداد از این مثال ها را بتونیم از خانه تهیه کنیم. در ضمن میتونیم از خود شاگردان همکاری بگیریم و از آنها بخوایم که در روز تشریح جدول تعداد از عناصر خالص، تعداد از مرکبات مرتبط با عناصر با خود به مکتب بیارن. طور مثال یکی از شاگردان یک ظرف آلومینیومی را تا یکی او را بتانیم به عنوان مثال بر تشریح فلز آلومینیوم استفاده کنیم. یکی از شاگردان یک توته زغال یا گرافیت تا بتانیم از او به عنوان یک مثال عینی بر تشریح عنصر کربن استفاده کنیم. اهمیت استفاده از مثالهای عینی یا واقعی سبب از این میشه که یک ارتباط بین جدول و زندگی روزمره ایجاد شود. وقتی شاگردان میره در محیط، در خانه، در ساحه کار با یک عنصر، با یک مرکب، با یک فلز مواجه میشه، او را ارتباط میده با عناصری که در جدول اونا را خوانده یا مطالعه کرده. به این روش یادگیری جدول، یادگیری عناصر و شناخت با عناصر بیشتر برشان یا خوبتر برشان ذهن نشین میشه. روش دیگه ای که میتونه برای یادگیری جدول یا برای آموزش جدول مفید واقع شود ساختن عملی خود جدول توسط شاگردان در صنف است. این کار به همکاری شاگردان به راحتی صورت میگیره. قسمی که اگر در صنف شما 30 نفر شاگرد باشه میتونیم 118 عنصر را تقسیم 30 نفر بکنیم که برای هر نفر تقریبا 4 عنصر میرسه و هر نفر باید کارت های مرتبط با عناصری که به او تعلق داره تهیه کنه که هر کارت میتونه شامل تعداد از معلومات جزئی در رابطه با یک عنصر باشه که شامل مثلا سمبولش، نمبر اتمیش، کتله اتمیش و نام هر عنصر شود. نکته ای که در این قسمت مهم است یا در این مورد مهم است باید کارت هایی که توسط شاگردان تهیه میشه عین اندازه را داشته باشه. مثلا نصف ورق A4 یا یک کارت با ابعاد 10 سانتی متر در 10 سانتی متر تا اینکه در جریان ترتیب جدول بتونیم به راحتی جدول ترتیب بکنیم. زمانی که تمامی کارت ها توسط شاگردان تهیه شد مرحله تشکیل جدول میرسه که میتونیم تشکیل جدولم به همکاری شاگردان روی یک از دیوارهای صنف در صورتی که ممکن باشه به عنوان یک جدول دائمی جدول تشکیل بدیم. در غیر آن میتونیم جدول روی سطح میز یا روی سطح صنف در جریان 2 یا 3 ساعت درسی که جدول تشریح میکنیم جدول ایجاد بکنیم یا تشکیل بکنیم که به این روش زمانی که شاگردان داخل شد در ساخت یا تشکیل جدول آموزش جدولم برشان آسان میشه و عناصر شامل جدولم
بهتر و خوبتر برشان ذهن نشین میشه. روش یا ترفند دیگه ای که میتونیم برای حفظ جدول تناوبی از او استفاده بکنیم، استفاده از تعداد از جملات است که ما میتونیم عناصر شامل عین گروه یا یک گروه از عناصر مهمه در قالب یک جمله جالب برای خود تنظیم بکنیم تا اینکه بهتر بتونیم او را حفظ بکنیم. این جملات میتونه جملات قراردادی بین معلم و تمامی شاگردای صنف باشه و یا هر شاگرد میتونه خودش یک جمله خاص را در ارتباط با یک گروه مشخص از عناصر یا یک دسته از عناصر پیش خود تنظیم بکنه تا اینکه بهتر او عناصر را برای خود ذهن نشین بسازه. در اینجا شما تعداد نمونه های از جملات رو میبینین که ما این جملات در رابطه با حفظ تعداد از عناصر شامل گروه های خاص ساختیم که عناصری هستند که بیشتر ما با اونا سر کار داریم. مثلا در کتاب های درسی بیشتر در جریان تعاملات کیمیایی استفاده میشه یا در زندگی روزمره بیشتر با این عناصر سر کار داریم که چگونه بتونیم این عناصر شامل گروه ها را به راحتی حفظ بکنیم. در این جملات برای هر عنصر یک کلمه اختصاص داده شده که در کل عناصر شامل یک گروه یک جمله را تشکیل میده و هرگاه این جمله را یاد داشته باشیم میتونیم بفهمیم که کدام عناصر شامل از این گروه میشه. قابل ذکر است که حفظ تمامی عناصر یک مورد اساسی یا مهم نیست و ضرور نیست که شاگردان تمامی عناصر شامل جدول حفظ داشته باشند. مهم است که وقتی از یک شاگرد در رابطه با یک عنصر جدول پرسان میشه یا سوال میشه او بتونه به خوبی تمامی خصوصیات این عنصر را تشریح کرده بتونه و در رابطه با او معلومات لازم داشته باشه. روش دیگه ای که میتونه برای یادگیری یا آموزش جدول مفید واقع شود استفاده از اپلیکیشن هاست. طور مثال اپلیکیشن Periodic Table 2025 یا جدول تناوبی 2025 یکی از اپلیکیشن های محبوب است که هم رایگان است و هم به راحتی در گوشی ها قابلیت نصب دارد که با استفاده از این اپلیکیشن میتونیم با کلیک نمودن بالای یک عنصر تعداد زیادی از معلومات مرتبط با هر عنصر را در اونجا دریافت بکنیم و خصوصیات عناصر را مطالعه بکنیم. در پایان یک بار دیگه یادآور میشم که تشریح جدول یا آموزش جدول یک روش گام به گام است. یعنی با استفاده از روش ها و ترفندهای مختلفی که بتونه سبب ایجاد یک فضای جذاب و تعاملی شود میتونیم آموزش جدول بر شاگردا تسهیل بکنیم تا آنها بتونه به روش بهتر و خوبتر با جدول آشنایی پیدا کنند. امیدوارم مواردی را که امروز با هم مرور کردیم برای شما مفید و مؤثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.